بچه به اینجا رسیدیم که گفتیم پس باید خیلی با حوصله کارا رو انجام بدیم. آره بعدشون سعی نکن همون اول بخواید برید مثلا یه سری گوشی های مدل بالا رو پیدا کنم، بگیم من باید برم گوشی مدل بالا رو پیدا کنم تا اونا رو بخوام باز کنم و یاد بگیرم و نه. ببینید آدم باید از جز شروع کنی، یعنی خیلی از پایین شروع کنه. شما اگه پایین مقدماتی رو بتونید به خوبی یاد بگیرید، چه طریق حالا مطالبی که حالا بگم من میگم به درتون یا از جاهای دیگه به درتون، اول باشه هم پایه خوب باشه. پایه‌تون که خوب باشه اتوماتیک وار دیگه خودتون دیگه میفهمید مثلا چیا رو باید سرچ کنید، چه جور مطالب رو پیدا کنید، اینا رو دیگه خودتون هم یاد میگیرید. ولی شما اولین مقدماتی رو که مثلا هستشو سعی کنید خوب یاد بگیرید. مثل بچه‌ای که میخواد راه بیفته، نمیتونه اول بگه خب من پاشم یا علی بدوم. این باید بچه اول راه رفتن رو بتونه یاد بگیره. راه رفتن که یاد بگیره خودش کم کم میتونه حتی دویدن تو مسابقات همه چی میتونه. نمیتونه بگه من خب حالا که شوری که دارم کم کم یاد میگه یا علی بدوم دیگه برم برای تمرینات مثلا برای مسابقات. ببخشید حالا این صدایی که گاهگاه داره میاد عذر میخوام، صدای میزمون بود. بله اینه که بعد سعی کنید گوشی‌های مثلا اگر مدل پای مثل حالا گوشی‌هایی که من اینجا دارم، از این مدل گوشی حالا خرابش تو بازار فامیل آشنا خودتون اگه دارید، برای همین باز کردن اینا مثلا باعث میشه که اینا رو باز کنید، قطعاتش رو ببینید چیا هستن چیا دارن، مثلا همینا رو مثلا بتونید کم کم باز کنید یاد بگیرید. تقریبا ببینید همه گوشی‌ها مثل همن، فقط مثلا اینا سری‌های قدیمشه که به صورت دستی مثلا همه چی فیزیکیش همه چیز در دسترس، دکمه هاش و پشتش باتری هم اینا همه مثلا قابل دسترسی، شما میتونید راحت دست بزنید. الان همینا به صورت نرم افزاری به صورت اپلیکیشن شده، وگرنه هیچ فرقی از لحاظ کارایی با هم دیگه ندارن. یعنی شما اینو یاد میگیرید عملا اون گوشی‌ها رو هم یاد میگیرید. اینه که میگم یعنی از پایه شروع کنید و خیلی هم گیر این نباشه که باید گوشی من مدل بالا باشه تا من مثلا حرفه‌ای باشم. نه، شما مدل پایین یاد بگیرید عملا دارید مدل بالا رو یاد میگیرید، هیچ فرقی نمیکنه. آره حالا من امروز یه گوشی آورده بودم همینجوری که حالا یه نگاه کنیم ببینیم چیا داره چی نداره. اصلا ما مثلا الان نگاه کنید این گوشی هم هست، مثلا حالا من اینو باز کردم، یه سری حالا این گوشی‌ها یه سری پیچایی دارن که شما به صورت البته آلنی هن که یعنی خیلی پیچ‌گوشی‌های 103 حالا اونا باز میکنن، ولی بعضی هم هست با یه حتی چاقو هم شما میتونید بازش کنید، خیلی گیری نیست. حالا برید مثلا پیچ‌گوشتی بگیرید و اینا، اگه داشته باشید یعنی مدل‌های ضعیف هم تو بازار هست بگیرید کارتون رو راه میندازه. بله الان نگاه کنید من اینا مثلا شما مثلا یه گوشی بردارید همینطور باز کنید باعث میشه نگاه کنید حالا چیا رو یاد بگیرید. این که مثلا این گوشی در پشتیش باید باز بشه، من چون یه دستی هم خیلی خوب نمیتونم بازش کنم، در پشتیش باز میشه، شما به باتری میرسید مثلا، حالا این باتری البته اینجا نیست، حالا من ببینم تو جیبم کجا گذاشتم. بله مثلا باتری میرسید، باتری رو نگاه میکنید باتری چیا داره، روش رو بخونید از لحاظ عددهایی که هست ببینید اصلا چی هن. خود یه سری اطلاعات خود باتری بهمون میده که شما میتونید از روی باتری بفهمید که باتری چیه، کاراییش چجوریه، چی کار میکنه. البته کاراییشو که نمینویسه، منظور این که چه مقدار برق داخلش باید بره، چه مقدار برق میده، مثلا یه تقریبا منظور اینجور چیزاییه. حالا منظورمون کار باتری که دیگه تقریبا همه میدونن، حالا بازی توضیح میدیم. بعد مثلا دور قابشه، بعدش میرسیم به برد اصلی. ببینید حالا من همینطور ساده دارم نشون میدم که حالا خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم. ببین میگم برد که قطعات روش نصب شدن، دوربین و بساری و صفحه کلید
و دکمه های دیگه. نگاه کن الان شما این گوشی رو که وقتی باز میکنید این قطعات رو نگاه میکنید، هم چشمتون عادت میکنه که مثلا بفهمید اینا چی ان، کم کم مشخص چشم عادت میشه. شما هر چقدر این کار رو بکنید هم ترستون میریزه، باعث میشه که مثلا راحت‌تر ذهنتون تصمیم بگیره. وقتی ترس نداشته باشید ذهن راحت‌تر تصمیم میگیره و عیب راحت‌تر پیدا میکنه و راحت‌تر هم جلو میره. اما اگه شما ترس و استرس داشته باشید حتی یه قابو نمیتونید باز کنید. اینه که میگم باز کنید به خاطر هم. مثلا حالا همین گوشی، مثلا اینم نگاه کنید میبینید الان یه گوشی رو باز میکنه، عملاً گوشی‌های دیگه تقریبا مثل همن، دکمه داره، LCD داره، دوربین داره و باتری، تقریبا همه چیزشون میگم مثل همه. اینه که شما یه مدت که چند تا این گوشی گوشی عوض کنید یا هی باز و بس کنید دیگه مدل‌هاشو میفهمید و مدل بالاتر هم همینطوری هیچ فرقی نداره. پس سعی کنید بچه‌ها خیلی عجله تو کار نداشته باشید. برای یادگیری هم خیلی عجله نکنید. خرد خیالتون راحت، کم کم خودتون برید جلو، یاد میگیرید. یه خورده با مفاهیم آشنا بشید، با قلقش آشنا بشید، دیگه خودتون راحت راه میافتید. حالا سعی کنید میگم گوشی اگه دارید حالا طوری باز کنید، یا اگه ندارید مثلا کلیپ های دیگه میتونید نگاه کنید، توی اینترنت سرچ کنید مثلا گوشی ها، مثلا مدلاشو، قطعات باز شده یه گوشی رو نگاه کنید که اسمشون چیه و همینجوری میگم دیگه مونده به خودتون دیگه. با خودتونم تمرین داشته باشید، خودتونم هی ور اونور برید، هی کار کنید، سرچ کنید. حالا ما هم تا اونجا که بتونم اینجا بهتون مطالبی که والا نیازه رو میگم. همچنین برای باز کردن حالا بعضی گوشی هم خیلی سعی کنید با قدرت انجام ندید. خب الان مثلا من این گوشی رو که باز کردم، حالا اینا دارم بهتون میگم، کم کم خودتون تجربه میکنید، ولی من با قولی چون خودم قبلا تجربه کردم و خرابکاری کردم، حالا میگم که شما هم گوشی ذهنتون داشته باشید. مثلا خواستید مثلا این گوشی که یکیش حالا باز شده، مثلا این گوشی رو مثلا میخواید باز کنید، پیچ داره، خیلی آهسته پیچش آروم باز کنید، بعد قابش دورش که خواستید باز کنید، حالا وسیله اگه داشته باشید، چاقوی چیزی که خیلی هم یعنی به خود قاب ضربه نزنه یا کلا نشکونه، آروم باز کنید. بعد سعی کنید وقتی باز میکنید این قاب و مثلا میخواید از برد جدا کنید حالت قابشو، بعد اصلا وقت نگاه کنید به این حالت دیگه حالت هست. وقتی میخواید باز کنید یه دفعه نکشید از هم جدا کنید. وقتی که از هم جدا کنید، چون بعضی گوشی ها پشتشون فلت هست یا مثلا صفحه کلید حالت فلتیه، وقتی که شما اینو بکشید باعث میشه اون فلت پاره بشه و عملا دیگه هم کارتون سخت میشه، هم شاید اون فلت هسته تو بازار دیگه نباشه. اینه که تو باز کردن خیلی دقت، یعنی خیلی آهسته، آروم آروم یه کمی باز کنید، مثلا ببینید داخلشو ببینید آیا فلتی، پیچی جایی مثلا نباشه که مثلا گیر باشه، خدای نکرده باز کنید یه پاره بشه، بشکنه. اینا رو خیلی دقت کنید. اینا رو که میگم به مرور که بگم باز کنید، هم قلقش دستتون میاد، هم ترستون که بریزه دیگه راحت تر باز میکنید. حالا انشالله جلسه بعد اگه سوالی چیزی بود به هم بگید. حالا میگم من که حالا خیلی از لحاظ توضیح دادنم شاید ضعیف، خیلی نمیتونم خوب توضیح بدم، حالا در حد توان خودم توضیحاتو میدم، ولی شما اگه سوالی بود بپرسید، حالا اگه بتونم جواب میدم، نتونستم که دیگه حالا شرمنده شما هم دیگه، ببخشید. ولی شما مثلا سعی کن اگه دارید باز کنید، حالا گوشی ساده در حد گوشی های حتی در پشتیش هم باز کنید، یه نگاهی بندازید، باعث میشه کم کم دستتون راه بیفته. خیلی ممنون که توجه کردید به این برنامه. حالا من سعی میکنم برنامه دیگه و همچنین ادامه کارو خیلی سریعتر و همچنین تون ویدیو بذارم که به درد شما هم بخوره. به امید دیدار. ببخشید که سرتون رو درد آوردم. التماس، خداحافظ.